به نام خدا. نگاه کنید، محبت به حیوانات واقعا سرچشمه زیبایی ها، انسانیت و قدرت بخشش است. شما اگر به حیوانات کمک کنید، حیوانات دارای عاطفه، محبت و همزیستی با شما هستند. اگر محبت کنید، دعای حیوانات قطعاً بدرقه راه مسیر زندگیتان خواهد بود. در راه کار، زندگی، هدف قطعاً کمکتان خواهد کرد. لطفاً به حیوانات کمک کنید. حیوانات بخشی از زندگی ما هستند، روح ما هستند. اگر این حیوانات نباشند ما هم نیستیم. حیوانات افسردگی ها را از ما دور می کند. حیوانات روحی از سرشت زیبایی ها هستند. حیوانات بخشی از کالبد طبیعت هستند. حیوانات دارای عقل و فهم و شعور هستند. دارای درک و فهم بالایی برخوردار هستند. حیوانات زیبا هستند. مثال، پیشی بابا، پیشولو بابا، غذا خوردی؟ قربونت برم. آره بابا. بابا دوست داری؟ قربونت برم. من پیشولامو دوست دارم. من شما حیوونا رو دوست دارم. آرامشی که به حیوانات میدهیم، آنها هم در کنار شما احساس خوشبختی، آرامش، محبت، وفاداری می کنند. لطفاً به حیوانات اهمیت زیادی بدهیم. حیوانات بسیار زیبا هستند. سیاه، سفید و رنگ‌های مختلف. همه دارای عاطفه هستند. به رنگ و نژاد نیستند. آنها در هر رنگ و پوششی، در هر نوعی که باشند، این شما هستید که چطور برخورد می کنید با این حیوانات. اینها بازتاب اعمال شما هستند. اگر با آنها خوب باشید، طبیعت هم قطعاً با شما خوب خواهد بود. طبیعت در کنار شما خواهد بود. با شما مهربان خواهد بود. تمام ما انسان ها به گذشت، وفاداری، بخشش، محبت نیاز داریم، همانطور که حیوانات نیاز دارند. لطفاً با حیوانات مهربان باشید. به خدا قسم، دعای حیوانات زندگی شما را نجات خواهد داد. دعای حیوانات شما را نجات خواهد داد. دعای این حیوانات در طول عمر شما قطعاً شما را نجات خواهد داد. در یک مسیری قرار دارید، در مسیر عمرتان. دعای اینها کاری می کند گره ها از مسیر زندگیتان باز شود. لطفاً با حیوانات مهربان باشید. اینها فرشتگان، مخلوقات خدا هستند.
روحی که در کالبد جسم این حیوانات هست از روح آسمان است، از روح کائنات است، همانطور که این روح در کالبد جسم ما است. لطفاً با تمام حیوانات مهربان باشید. به نگاه و دیدگاه افراد منفی نگاه نکنید. گوش فرا ندید به افراد منفی، آنهایی که میگویند فلان حیوان چون رنگش سیاه است بدذات است، شیطان است. دروغ میگویند حیوان گربه سیاه از نژاد شیطان است. دروغ میگویند. این گربه سیاه است. ببین چه با محبت، با آرامش در کنار من دراز کشیده. به خدا قسم اگر با حیوانات مهربان باشید، اگر با حیوانات محبت کنید، آنها هم با شما محبت میکنند. اتفاقاً به خدا قسم همین حیوانات سیاه رنگ دعاهایی کردند برای من. تمام گره های زندگیم باز شد، تمام مشکلات زندگیم حل شد. چیزهایی که فکر نمی کردم باز نمی شود. به الله قسم تمام مشکلاتم حل شد. اولا ای خدای قلبم بی نهایت سپاسگزارم. به من قدرت فهم و آگاهی، شعور، گذشت انسانیت را بخشیدی تا بتوانم با مخلوقات خودت همچون خودت نگاهی مهربانانه، زیبا، بخشنده، نگاهی همزیستی داشته باشم. اون یکی حیوان نگاه کنید عزیزان، این هم یک گربه سیاه، چقدر با آرامش خوابیده. اینها اگر از من احساس خطر می کردن یک وجب به سمت من نمی اومدن. پس این نگاه و اعمال رفتار ما انسان هاست که چطور با طبیعت و مخلوقات خدا برخورد کنیم، چطور به اینها یاد دهیم که ما هم شما را دوست داریم، چطور به اینها یاد دهیم که اینها هم بخشی از وجود ما هستند. از شما مردم عزیز قاطعانه میخواهم با حیوانات مهربان باشید. بی نهایت سپاسگزارم ای عزیزان که در روح و جسمتان روح خدایی وجود دارد، روح بخشش، انسانیت، شفقت، مهربانی، خودباوری. بی نهایت سپاسگزارم. ممنون.